4:42 است. بعد از ساعت 4 صبح که بیرونم. دیشب اصلا نخوابیدم، کل شب اصلا نخوابیدم. خودم الان نمیاد اصلا، نمیدونم چرا. دیروز نه قهوه خوردم از چیزی، فقط 2 ساعت خوابیدم. از ساعت 4:30 تا 7 خوابیدم دیروز. مثلا یه روز کامل خوابیدم. رفتم زیباشهر، آهنگ اسلوی بابا، ابن تدلیس و چونول، بزرگان آهنگ ترکیه. رفتیم زیباشهر، یاسبهار، طرف‌های جمعه بازار رو زیبای نهر زدیم. الان خیابون پارکرگاه هم در خودشون. بعد خیلی هم کیف جالبش اینجاست. میریم توی هر پارکی که میبینم یه نوازه میشینم و یه مثلا همین 5 دقیقه 10 دقیقه میشینم، یه بازی چیزی میکنم، بعدش میرم حرکت. روز خوبی داشته باشیم. فعلا تابستون شروع نشده، یه ماه مونده تقریبا، ولی ما نه، یه ماه هم نه، 15 روز تقریبا مونده، ولی ما هنوز تابستون. امتحانمون یه هفته دیگه هنوز مونده. هدیه عربی تفکر، انشالله سال خوبی رو داشتیم و تمام کردیم. با بعضی از دوستان آشنا شدیم، مسئله خوبی بودن، بچه‌های خوبی بودن. بعد دیگه چند تا بگاهی داشتیم توی سال، چند تا خوبی کردیم. خوبه دیگه، خدا رسونده. بعدش آره چیزی هم کردیم، اسمش چیه؟ رفته بودیم، اسمش چی بود؟ اومدیم گشتیم و ایشالله از تابستون خوبی رو داشته باشیم. یه کار خوب پیدا کنیم با تایم خوب و حقوق خوب. بعد همین دیگه، سلامت باشید. الان هم تقریبا 15 دقیقه است. روز خوبی رو شروع کردیم، ولی کم کم دیگه ساعت 8 9 کامل گرم میشه. برای برقا هم که الان تقریبا میره. برقا هم که رفت دیگه، نمیتونیم بریم خونه. باید ساعت 11 بیرون بمونیم و هیچی نمیمونم. مثلا 9 میمونم، زنگ میزنیم بینانمون داره بکنه. ولی کلا هوا گرم میشه دیگه. الان هوا خیلی خنکه، از ساعت تقریبا 2 که هوا خنکه. داره همین دیگه. گلچرخه سوپرمون اومدیم بیرون. سوپر المپیا اومدیم بیرون بگردیم. یه حاجیمون هم روی حاجی هم روبرومونه داره برنامه میکنه، یک مونه کسخاله چیزی هم. اول یه گل کشید، بعدش یه نخ سیگار بهمن کشید. الان عینکشو داره تست میکنه تو آینه، قیافه‌شو نگاه میکنه. الان داره پراید، ماشین هم پراید داره تمیز میکنه. الان هم روشن کرد و به سلامتشو داره میده. الان به 200 کستنه رد شد، دوستی جای پول دار گوشی هم دستش بود. حالا فعلا انشالله هر رفتیم بیان بیرون چیز میکنم دیگه، فیلم میگیرم برای شما دوستان عزیز. فیلم کلن 2-3 نفر شاید ببینه، ولی کلن دیگه